البته هنرمندا با خلق زنده ایم. سر بلند هنرمندا شما هستید دوستانی عزیز. انا برادر و خواهر و مادرای عزیز، بگذار همیشه این تالار پر از تماشابین و مخلص باشد. انا خوش اومدید سفرعلی جان، دودرای عزیز، سیف جان، انا همه برادران در این محفل برادری ما. البته توی وقت ما که اومدنم اکا میگفتم، اکا فهمیدم که همسال بدیم. انا نمین دودرش بگم، خواهیم دودر میگم که خفه نشم. هنرمندا را اپا بگی اکا بگی خفه میشم. اینا رو فقط یا دوست میگی یا برادر میگی. انا میخوام که خمدین ما 100 ساله شود، بعد از آن پیش شود. انا یعنی که 60 رفتی، این وقتی که 60 میری به خیال ما که خیلی با این سید جان تر میدونه، وقتی 60 میری به 60 میشی. به 60 میشی. خمدین ما یعنی که 60 رفتون با رو افتاده نشود، به 60 تر شود. بیزار 100 ساله شود و بعد از آن پیر شود. یک دور بایی میخونم زنده، از بس که اینجا شاگردا هستن میخونن، برای ما الکم نوبت رسید که همین نوبت داریم که دور بایی بخونم. هی دوست فراموشم نکن یادم کن، هی دوست فراموشم نکن یادم کن، خاکستر کوچه شبم بادم کن. گر بد باشم لعنت دنیا بر سرم، گر نیک باشم یگان یادم کن. گر بد باشم لعنت دنیا بر سرم، گر نیک باشم یگان یادم کن. ماهی بلند برای چی شود، ماهی بلند برای چی شود، هی دوستی عزیز از درد درای چی شود، از درد درای خانه پر نور شود، دوستا همه شاد و دشمنا کور شود.